30 سال پیش یهو از خواب بیدار شدن، به ما گفتن که از فردا صبح مردم از نمکی که ما میگیم باید استفاده بکنن، از نمک تصفیه شده یودداری که توی بازار موجوده الان داریم استفاده میکنیم. چرا؟ چون خاک طبیعی ایران، منابع طبیعی ایران توش یود وجود نداره و از فردا صبح مردم باید از نمکی استفاده بکنن که ما میگیم، به خاطر اینکه درگیر اختلالاتی مثل اختلالات گواتر، تیروید کمکار یا پرکار نشن. الان بعد از گذشت 30 سال 35 سال هزاران نفر به ما پیام میدن، میگن ما درگیر اختلالات تیروید هستیم. میگیم از چه نمکی داشتید استفاده میکردید؟ میگن از نمکی که توی بازار هستش به ما گفتن باید استفاده بکنیم. خوردن بعد از 30 سال 35 سال هر روز پزشک داره بهشون میگه باید از قرص لواتیروکسین تو مصرف روزانه‌تون استفاده بکنید. چرا؟ مگه قرار نبود ما از نمک تصفیه شده استفاده بکنیم که کمک بکنه به قده تیرویدمون؟ پس چرا این اتفاق افتاده؟ عزیزان لطفاً بیدار باشید و آگاه باشید. این نمکی که ما داریم در مصرف روزانه‌مون استفاده می‌کنیم باعث میشه که اختلالات هورمونی دیگه‌ای برای بدن به وجود بیاد که یکی از مهمترین اختلالاتی که الان جامعه درگیرش هستش اختلالات تیروید و فشار خون و مشکلات قلبی عروقیه و از همه مهمتر نازایی که خیلی از جوونا الان درگیرش هستن. هایلایت نتایج مصرف رو ببینید. تا الان مثبت 300,000 نفر با همین نمک‌هایی که ما بهشون معرفی کردیم استفاده کردن، اختلالات هورمونیشون رو به کل نابود کردن.